بسم الله الرحمن الرحیم. در این قسمت میخوام یه مقدار از هواداران سلطنت و رژیم پهلوی سوال بپرسیم، سوالاتی که ما فکر میکنیم پاسخی نداره، اما اگر پاسخی دارن برای ما بیان بکن تا ما هم جوابش رو بدونیم. قسمت 51 برنامه حافظه تاریخی ایرانی رو میبینید. توی این 44 سالی که انقلاب پیروز شده و رژیم پهلوی سرنگون شده، طرفداران پهلوی از یک خلایی استفاده کردن. اون همینه که در اون دوران خیلی رسانه‌های زیادی وجود نداشته، فقط یه روزنامه‌ها موجوده و آرشیو خیلی کمی از رسانه‌های تصویری مثل صدا و سیمای اون زمان. و برای همین میگن آقا زمان پهلوی همه چی خوب بود، گل و بلبل بود، تورم که اصلا نداشتیم، هویدا قیمت یه خودکار بیکو 13 سال ثابت نگه داشت، با همه دنیا رابطمون خوب بود، پولامون نمیرفتیم بیرون خرج عربا بکنیم، در داخل کشورشیم توسعه پیدا می‌کردیم، فقیر نداشتیم، همه چیمون خلاصه خوب بود، عزت ایرانی در اوج بود. و این انقلاب اسلامی و آخوندا و اینا اومدن کارو خراب کردن رفت. حالا ما با استناد به تیتر روزنامه‌های زمان شاه و مصاحبه‌هایی که خود مردم و مسئولین اون زمان داشتن و تلویزیون زمان شاه اونا رو منتشر کرده، یه چند تا سوال اساسی میخوام از این دوستان بپرسیم بلکه پاسخ شما بگم. در رابطه با اقتصاد زمان شاه چند تا برنامه میشه تولید کرد، اما خیلی اجمالی اگه بخوایم در رابطه باهاش صحبت بکنیم، اولیش اینه که بعد از جنگ جهانی دوم و شهریور 1320 که ایران اشغال میشه و اون ارتش مقتدری که رضا شاه میگه من چیدم و دیگه همه چی بر اساس اون میخوام اداره بکنم و یه ارتش نفوذناپذیری دارم و 3 روزه تصمیم متفقین شد، اقتصاد ایران که چه عرض کنم کلا همه چیز ایران به هم ریخت. از جمله این که در یکی از روزنامه‌های اون زمان این تیتر زده میشه که در آبان 1321 در عرض یک سال قیمت‌ها 7 برابر، یعنی 700% در یک سال افزایش داشته. ببینید ما الان کشور کاملا به لحاظ اقتصادی تورمی داریم، یعنی شما تصور کنید مثلا میگم پراید پارسال 150-200 بوده، الان مثلا شده 300. این یعنی تقریبا بین 50%، 70%، نه تا 100% تورم. حالا اگر عدد دقیقش رو در بیاریم بگیم، شما فرض کنید توی یک سال یعنی 100 میلیون بشه 700 میلیون، تصور بکنید. حالا میگیم آقا این بعد از پایان جنگ جهانی بوده، کشور به هم ریخته بوده، دیگه نمیشده بهتر از این کار کرد. اما نکتهش اینه که پهلوی به خصوص محمد رضا شاه از 1320 که سلطنتش شروع میکنه تا 1357، یعنی تو اون 37 سال دیگه برایش درگیر جنگ جهانی نبوده، که کشورش هم تحریم که نبوده که به اون معنی که بگیم مثلا نمیتونسته چیزی بفروشه، نفت بفروشه، یا پولش هم که تازه میگفته و روزانه تا 6 میلیون بشکه نفت میفروخته ایران توی برهه‌ای. قیمت نفت هم که از سال 52-53 بعد یهو 4 برابر میشه. قیمت ها اون موقع هم تورم داشته و این دیگه یه هنر عجیبیه که شما تحریم نباشی، نفتم بفروشی، قیمت نفتت هم چند برابر بشه، بعد بازم یه تورم مثلا 20 تا 30% داشته باشه. یعنی تقریبا یه تورمی که ما الان در شرط تحریم داریم، جمعیتمون 3 برابر شده و نفتم مثل اون موقع بالاخره نمیتونیم بفروشیم. حالا فیلم صحبت‌های مردم رو ببینید نسبت به اتفاقات اقتصادی اون موقع. من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم. اون وضع بازار اتومبیل در حال حاضر چطوره؟ الان به صورت سابق نیست، یعنی میتونم بگم خوب نیستش. علتش چی است؟ علتش چند تا مسئله هستش که اینا باعث این به اصطلاح خراب بودن بازار میشه. یکی این که الان اتومبیلا از قیمت سابق خیلی تفاوت کرده، یعنی یک اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومن الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومن. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردین بله. بله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای میوه نخریدم، فقط 1 کیلو سیب من برای عید نتونستم پیدا کنم. مگه میشه؟ مگه امکان داره مردم گوش نخورن؟ گوش که نخورن، پرتقال نارنگی کیلو 6 تومن بخورن، چی بخورن آخه؟ ماهی بخورن، یک گیر نمیاد. مثلا میگم آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس الان نونم که نه، بس هوا بخورن. من روزی 10 تا موز دارم، روزی 10 تومن، خونم نارمکه، از نارمک بیام تا اینجا روزی 3 تا کرماشی میدن، درسته؟ روزی چقدر گوشت بگیرن؟ 1 تومن گوشت بگیرن بخورن با 4 نفر 5 نفر. فیلم صحبت‌های خودش تو مجلس سنا هم جالبه که داره در رابطه با عدد و رقم و تورم صحبت میکنه. حال حاضر تورم فوق‌العاده‌ای از خارج به کشور ما تحمیل می شود، به طوری که از 2 سال پیش که قیمت‌های صادراتی نفت در کنفرانس تهران تعیین شد، ما به طور مداوم
شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده‌ایم. برای مثال کافی است که تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهن‌آلات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%. از بحث اقتصاد بگذریم، بریم سراغ یه سری مسائل دیگه، از جمله آلودگی هوا. آلودگی هوا رو احتمالاً یه خیلی باور نمی‌کنن که موقع هم بوده. میگن آقا مگه میشه الان دارن مازوت میسوزونن، الان ماشینا این قضیه، چه الان این همه اتفاقات افتاده، که البته اینا بی تاثیر نیست، حتما اینا هم اثر داشته تو آلودگی هوا. اما دیگه واقعا این خیلی عجیبه که شما فرض کنید تهران الان جمعیت چند ده میلیونی داره، یعنی مثلا جمعیت طول روزش که از اطراف تهران میان، استان تهران تا نزدیک 20 میلیون هم برآورد میشه. این دیگه طبیعیه آلودگی هوا داشته باشه، این همه حمل و نقل و ماشین و اتوبوس و. اما شما حساب کنید که حدود نیم قرن قبل تهرانی که جمعیتش بسیار 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 کمتر از الان بوده و جمعیت کل کشور ایران هم تقریبا 1/3 جمعیت الان بوده، در تهران ما نه تنها مسئله آلودگی هوا رو داشتیم، تهران آلوده ترین شهر دنیا در سال 54 بوده. فیلمش رو با هم ببینیم. تهران در سال 1354 آلوده ترین شهر جهان بوده و بیش از نیم قرنه که آلودگی هوا نفس تهرانی ها رو بند آورده. دود تهران به واسطه وفور این ماشین های گازوئیلیه، ماشین های دودیه و اونم به هیچ وجه درست نمیشه مگر اینکه ماشین های گازوئیلی رو که در حدود 3-4 سال پیش خواستن بردارن. چی کار باید بکنه؟ قطارهای زیرزمینی تنها علاجش. عوامل آلوده کننده هوا در درجه 1 اتومبیل ها و اتوبوس ها و تمام وسایل نقلیه است که در تهرانه. بعضیاش به مناسبتی که خوب تعمیر نمیشه احتراق ناکامل داره و دود میکنه. در بحث تمامیت ارضی هم که دیگه خداوکیلی خود من حوصله ندارم بخوام راجع به پهلوی عملکردش حرف بزنم. حالا بحرین که دیگه همه میدونن ماجراش چی بوده، در دوره پهلوی اون خیانت تاریخی انجام میشه و رسما با تایید محمد رضا شاه از خاک ایران جدا میشه، در حالی که میتونست این کار نکنه، میتونست مقاومت بکنه، میتونست ادعا داشته باشه که بحرین همچنان بخشی از خاک ماست، هرچند که در دوره قاجار هم اون آمده بودن یه بخشی در واقع از کارو جلو برده بودن، ولی اصل اتفاق در دوره پهلوی افتاد. در دوره رضا شاه هم همینطور که کوه آرارات و بخشایی از شرق کشور در بلوچستان، اروندرود، اینها داده میشه به کشورهای همسایه بدون که اصلا دستاورد خاصی ما داشته باشیم. و البته من قبلا در یکی از قسمت‌های حافظه تاریخی مفصل در با این مسئله صحبت کردم، ازش بگذریم. در موضوع نگاه به زنان هم که حالا خاطرات خود دربار هست، من البته خودم اصلا دوست ندارم بخوایم وارد این بحثا بشیم بگیم که مثلا اونها چقدر فاسد بودن، چون میدونن اونها چقدر فاسد بودن و متاسفانه طرفداران آقای پهلوی هم چیزی نیستش که مثلا اینا رو بدونن تازه نظرشون عوض شه، چون خودشون خیلیشون فاسدن، اینا تازه واسهشون تشویق آمیز هم از میگن شوهرشون انقدر فاسد بود یا مثلا همسرش یا خواهرش انقدر فاسد بود، مثلا هر شب با یکی بودن، پس ما بیشتر طرفدارشونیم چون همزاد پنداری میکنن با اونها. نمیخوام خیلی صحبت خاصی بکنم چون اصلا سطح بحث ما هم با اونها اینقدر پایین نیستش که بگیم شما مثلا فاسد بودید، چون اینا یه بعد کوچیک از فسادشون بود. مسئله اساسی نوع نگاه پادشاه این کشور، پادشاه بی سواد این کشور به زنانه که در اون گفتگو معروفش با خبرنگار امریکایی خودشون نشون میده که با تبختر میگه زنان حتی یه دانشمند هم نداشتن. یعنی محمد رضا شاه انقدر همه چیزو جنسی میدید، زنان رو فقط از دریچه شهوت نگاه میکرد که نمیدونست که مثلا یک دانشمند معروف به اسم ماری کوری هم وجود داره. میگم مگه زنان یه دانشمند معروف هم داشتن. فیلمش رو با هم ببینیم. I'm quoting Your Majesty. In a man's life, women count only if they are beautiful, graceful, and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, Your Majesty, you said all these things. Not with the same words, no. Well, the thought, you've never produced a Michelangelo, a Bach, or even a great cook. This I have said. So you don't feel that women are, in that sense, equal, that they have the same intelligence or ability? Not so far, maybe you will become in the future. You can always have some exceptions. Here and there. But yes, but on the average,
I repeat again, when have you produced the top scientists? Madame Curie. That's one. But we've had a lot of trouble getting ahead, perhaps because of this point of view. Do you feel your wife is one of these rare exceptions? It depends in what sense. Well, do you feel your wife can govern as well as a man? I prefer not answer. But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man. I can't say. The reaction that she might eventually have under crisis. These are unanswerable question. How do you want to... Well, I admire you for your honesty, but what you were really saying is women are nice in their place. Nice, pretty creatures. You are a very pretty woman. Say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this? No. What can I say? You know, it's I don't think you really believe that. مسئله دیگه اینه که در زمان شاه میگن که آقا همه پولان رو در داخل کشور خرج مردم میشد، همه چی خوب بود، همه چی گل و بلبل بود، کشور داشت توسعه پیدا میکرد. یه سریشو که صحبت کردیم فقط از طرفداران سلطنت میپرسن مطمئن همه پول داخل کشور بود؟ یعنی شما از ماجرای حضور ارتش شاه در ظفار عمان آگاه نیستید؟ نمیدونید اونجا چقدر ما رفتیم و هزینه دادیم و کشته دادیم در ظفار، در عمان، که خب بر اساس منطقه شما بخشی از خاک ما هم نبوده. از ماجرای حضور ارتش شاه در جنگ ویتنام در کمک به آمریکا اصلا اطلاع ندارید؟ ارتش ایران در جنگ ویتنام حضوری محرمانه دارد. جدا از هواپیماهای نیروی هوایی ایران در آسمان ویتنام، برخی از نظامیان ارتش فارغ از کمک‌های لوجستیکی بر علیه چریک‌های ویتکونگ نیز دست به عملیات نظامی می‌زنند. مسئله‌ای که دولت هویدا طبق قانون باید لایحه آن را تقدیم مجلس می‌کرد. مسئله‌ای که رخ نداد. افسرانی که دوره خدمتشان در ویتنام تمام شده به تهران باز می‌گردند. این آقایون در شرایط سختی با سربلندی و افتخار انجام وظیفه کردند و الان هم یه عده‌ای از افسران هستند که در اینجا باقی میمونند و بنده میخواستم مخصوصا از موقعیت استفاده بکنم و به تمام خانواده افسران، اولا از تمام خانواده افسرانی که باز میکنن تشکر بکنم و از خانواده افسرانی که باقی هستند در اینجا اطمینان بدم که هیچ گونه خطر و هیچ گونه نگرانی برای افسرانی که هستند نیست و خود بنده و تیمسار صدیفی معاون هیئت نمایندگی ایران هم در اینجا موندگار هستیم و بنابراین با وجود اینکه اخباری رو ما میشنویم در روزنامه ها باید اطمینان داشته باشند که هیچ گونه خطری برای افسران ما اصلا در اینجا نیست. این دو حالته، یا میدونید و دروغ میگید یا نمیدونید و یه دروغی رو میگید، در صورت بده براتون. و اینو هم از این جهت میگم که این منطق که شما بتونید در خارج از مرزهای ایران برید و مبارزه بکنید، این اصلش یه چیز عقلانی هستش. حالا میخواد چه زمان شاه باشه چه زمان جمهوری اسلامی باشه، فقط تفاوتش تو چیه؟ تفاوتش اینه که شما با چه نگاهی این کارو میکنی. یه موقعی هست شما آلت دست آمریکایی، ویتنام جنگ میشه، ارتش خودتو برمی‌داری میبری اونجا، جنگنده های هوایی تو میبری اونجا، شروع میکنی به کمک آمریکا مردم بیگناه ویتنام رو بمبارون میکنی، یا در ظفار یا در سوریه این کار کنی. یه موقع است برعکسه، شما میای در جمهوری اسلامی نیروی نظامی میفرستی، نیروی تسلیحاتی میفرستی، از مظلوم در برابر ظالم دفاع میکنی و بعد هم البته این فایده رو برای شما داره که مرزهای خودت رو امن‌تر کردی. پس این منطق اصلش چیز عجیب غریبی نیست، خیلی از کشورها دیگه هم این کارو میکنن، اما بر اساس اون نگاهی که دارن. ولی یکی میشه شاه که نوکری آمریکا رو میکنه، یکی میشه جمهوری اسلامی که در حمایت از مظلوم امنیت مرزهای خودش رو هم تأمین میکنه. یه بحث دیگه این سلطنت طلبا دارم که آقا ما آریایی هستیم، ما عرب نمیپرستیم، همه چی کوروشه، همه چی داریوشه، همه چی
ایرانیگری، این عربا چیه؟ بعد از انقلاب همش دارن از ما خلاصه امتیاز میگن، همش توجه ما به عربا شده. جدا از اینکه این حرفا نژاد پرستیه و ما بخشی از مردم ایرانی که الان باشون داریم زندگی میکنیم در خوزستان و جای دیگه عرب هستن و هموطن ما هستن، همکیش ما هستن، برادران ما هستن. در زمان شاه شما اگر نوکر اعراب نبودید، به معنی اعراب خلیج فارس و این کشورهای همسایه عرض میکنم، چرا وقتی که پادشاه عربستان کشته شد شاهنشاه آریایی برداشت در عید نوروز آریایی 7 روز عزای عمومی اعلام کرد؟ خداوکیلی فرض کنید کار جمهوری اسلامی میکرد، یعنی مثلا میگفتش که در وسط عید نوروز نه 7 روز، 1 روز عزای عمومی اعلام کرد به مناسبت مرگ نه عربستان سعودی پادشاهش، مثلا بشار اسد یا هر کسی دیگه. چه میکردید شما در دنیا؟ چه میکردید که آقا سنت های ایرانی ما رو از بین بردن؟ اما چرا ساکتید؟ اون 7 روزی که پادشاه آریاییتون برای درگذشته یه پادشاه عرب اومد اعلام عزای عمومی کرد، کجا بودید؟ نمیدونید یا ترجیح میدید ندونید؟ در رابطه با فساد و اینا هم که صحبت نکنیم، کلا ماجرای جشن‌های 2500 ساله و اتفاقات خود دربار و کلا فضای سینماها و تبلیغاتی که موقع تو نشریات و مجله و اینها میشه اصلا صحبت نکنیم بهتره، چون به نظر من دیگه پاسخش مشخصه. یعنی اینجا دیگه افرادی که فقط یه مقدار آگاهی حداقلی از تاریخ داشته باشن پاسخ این سوال‌ها رو میدونن. و در رابطه با حقوق بشر هم که دیگه اصلا صحبت نکنیم. الان شما مسئله رو ببینید، یه نفری رو به اسم آرمان علیوردی یا روح‌الله عجمیان رو میان اونطور با اون فضاحت شهید میکنن، شکنجه میکنن، بعدم رو به جلو میکنن میگن چرا پلیس ایران در فلان ماجرای مثلا اغتشاشات از خودش خشونت به خرج داد. البته ما معتقدیم اگر یک نفر رو هم پلیس یا نیروی امنیتی اضافه باش برخورد بکنن اونم درست نیستش. ما از برخورد اضافه و خارج از عدالت از هیچ کسی دفاع نمی‌کنیم، اما حقوق بشر رو شما صحبتش رو نکنید، شما سراغش نرید. شمایی که ساواک اون حجم از فجایع رو اومد انجام داد، اون ماجرای بازداشتگاه‌های قبل از انقلاب و اتفاقاتی که فقط شما کافیه برید مثلا خاطرات عزت‌شاهی رو بخونید ببینید چه خبر بوده، توش اصلا صحبت نکنید. What every country does. Sure, if torture is necessary, you torture. Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that. But there are intelligent ways of questioning now. Well, they talk about psychological and physical torture. Physical, I don't believe. I talk not anymore. Maybe in the old days, maybe. I talked just today to a man whom I believe, who told about torture. He was tortured? Yes. And you believe that he was tortured? Yes. How many years ago? Within, I want to be very careful, not yesterday. Well, maybe. در رابطه با انتخابات و نظام دموکراتیک و اینا که اصلا طبیعیه نباید صحبت کنیم، چون کسی که طرفدار سلطنته یعنی اساسا معتقد همه چیزو یه نفر میفهمه، اساسا مردم رو چه به انتخابات و رأی و اینها، و مشخصه که اینهایی که تمام فکرشون اینه که یک نفر مثل شاه باید حکومت بکنه، اساسا چیزی به اسم انتخاباتایی که ما در همه این سالها داشتیم رو اصلا نمیفهمن چرا خوبه و چرا ضروریه برای کشور، واردش نمیشیم، یعنی در واقع سطح بحث اون چیز دیگری است. و حیفه که این فیلم تمام شه یادی نکنیم از جنایت هایی که متفقین بعد از اشغال ایران بعد از جنگ جهانی دوم انجام دادن در دهه 20، که ورود ایرانی رو با یک سگ به یک باشگاه ورزشی خودشون ممنوع میدونستن و این انقدر افتضاحه که خود هویدا که بعداً نخست وزیر میشه توی فیلم اون رو بیان میکنه. ببینید با هم دیگه. این در اهواز الان اون باشگاه راه آهن زمان باشگاه انگلیسا بود. هیچ فراموش نمیکنم که اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ قدغن. ما با سگ هم ردیف بودیم، ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت، ولی در هر صورت ما اونطور بودیم. سوار ترن می شدیم، ما رو می ذاشتن توی یک واگن دیگری، خارجی در واگن دیگری. تهران هم همطور بود. کرج که میخواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشتیم. فقر و بیچارگی و مرض و تیفوس و همه این چیزا تو این کشور بود. اسم اونم گذاشته بودیم پل پیروزی. پل پیروزی برای عده دیگری بود، برای ما که نبود. یعنی در کشور خودمون غریبه بودیم، به حساب نمی‌آمد. امیدوارم این عقده‌های
حق رو، بدبختی که اون روز داشتیم، امروز ما فراموش کنیم. در رابطه با پهلوی خیلی بیشتر از اینا میشه حرف زد، میشه سند رو کرد. اینا یه تیترهایی بود که من فقط اجمالاً بیان کردم تا مشخص بشه که پهلوی نه در سیاست داخلی، نه در سیاست خارجی، نه در حوزه امنیت، نه در حوزه اقتصاد، نه در حوزه فرهنگ، در حوزه حقوق بشر، در حوزه انتقاد، در هیچ حوزه‌ای دستاورد خاص و قابل دفاعی نداشته. و اگر امروز یه دستن دارن این حرفا رو میزنن، دو علت داره. یکی این که واقعا نمیدونن، که خب اشکال نداره، باید برن مطالعه بکنن، بیشتر مطالعه بکنن، بیشتر آگاهی پیدا کنن، یا میدونن و نفعشون در اینه که من تاریخ رو قلب بکنن، تاریخ رو تحریف بکنن، که البته خب اون بحث دیگری است. اینجا خود شنونده باید عاقل باشه. و باز هم اعلام میکنم اگر هر کدوم از اینهایی که اعلام کردم جوابی براش هستش، طرفداران سلطنت میتونن جوابشون رو منتشر بکنن، ما خودمون میبینیم، اگر لازم بود پاسخ هم میدیم اگر واقعا حرف درخوری داشته باشن. اما دو کتاب خوب در ارتباط با پهلوی و تحریف هایی که نسبت دوره پهلوی صورت گرفته میخوام براتون معرفی کنم. یک کتاب پهلوی ستایی در ترازوی تاریخ، که این کتاب رو قبلا در این سامانه فروشمون قرار داده بودیم، الان برای بار اول در این برنامه دارم معرفیش میکنم. کتاب اومده تاریخ نگاری سلطنت طلب ها رو بررسی کرده، پاسخ داده. بر محور پاسخ به کتاب آقای سیروس غنی هستش، اما کتاب بسیار خوب و ارزشمندیه. البته مخاطبش بیشتر نخبگان هستند، دانشجویان علوم انسانی، عرصه تاریخ، علوم سیاسی و اینها. کتاب بسیار خوب و مختصر مفیدی هم هستش، یعنی حدود 200 صفحه حجمش هستش و اومده به صورت دقیق و مستند پهلوی ستایی مورخین سالهای اخیر رو مورد بررسی و نقد قرار داده. کتاب دوم کتاب پهلوی سوم هستش که مخاطبش عامه، برعکس کتاب قبل، یعنی اومده اتفاقاتی که در دوره پهلوی بوده رو با تکیه بر مستند انقلاب 57 شبکه من و تو بررسی کرده، تک تک اونها رو سعی کرده پاسخ بده. کتاب کم حجم، کمتر از 200 صفحه حجم داره و در خلال پاسخ به اون شبهات و دروغ‌ها اطلاعات خوبی رو هم در ارتباط با مسائل دوره پهلوی مطرح کرده. این کتاب رو هم قبلا تو سامانه فروش گذاشته بودیم، هر دو هم مثلا جزو کتاب پرفروشمون بودن، ولی الان تو این برنامه چون موضوعش مرتبطه خدمت شما اعلام می‌کنم هر دو کتاب رو اگر به شماره‌ای که زیرنویس شده در تلگرام، در ایتا و در روبیکا پیام بدید، همکار من برای شما ارسال خواهند کرد. ممنون که این قسمت از برنامه حافظه تاریخ ایران رو هم دیدید. منتظر کارهای بعدی ما هم باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.